месароям маснади волои истиқлол, медамад хуршед аз фардои истиқлол. миллати мо зист бо фарҳанги андеша, шеъри мо дорад ҳама маънои истиқлол. салом бинандаҳои азиз ва ҳаводорони суруду таронаҳои миллӣ. барномаи набзи наворо бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлоли комили миллӣ манзури шумо менамоем. дар ҳақиқат истиқлолият барои миллати тоҷик комёбӣ бештар оварда, дар ин айём кишвари мо рушди бемайлон намуд. воқеан ҳам истиқлолият таҷассумгари ифтихори миллӣ ва номуси ватандорӣ мебошад. ҳаст дастовези мо ҳамбастагӣ дар рӯзи ҷашн файзи истиқлол дорад, меваи иқболи мо. бинандаҳои азиз, ба барномаи идонаи мо як гурӯҳ ҳунармандон ташриф оварданд ва ҳоло фурсатест ки якояки онҳоро барои шумо муаррифӣ карда бошем. морухсор сафиева, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон; амриддини кабир, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон; маҳмадалӣ аюбӣ, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон; нурбиби ҷураева, ҳунарманди ансамбли чамани филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи устод акашариф ҷураев; убайдуллои каромат, ҳофизи халқии тоҷикистон; фахриддин давлатов, мудири бахши фарҳанги ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва ҳамчунин иштирокчиёни фаъоли озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман парвинаи саидмурод ва райҳона муқимова. ногуфта намонад ки дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд яке аз ҷавонони соҳибистеъдод ки пайрави роҳи падар аст, раҳмоналӣ аюбӣ. ҳамаи шуморо ба минбари барномаи набзи наво хайрамақдам мегӯям. умедвор ҳастем ки бо ҳузури шумо барномаи набзи наво як фазои дигар ба бар мегирад. умуман аз шаҳди истиқлоли комили миллӣ бинандаҳои азизи мо ком ширин мекунам. хуб, дар оғози барнома ман мехоҳам ки устод амриддини кабир бари ҳаводорони савту навои ноб ва бинандаҳое ки айни ҳол моро тариқи оинаи нилгун дар ин шоми гувород тамошо доранд иҷрои таронае карда бошанд, албатта бо сози мусиқӣ, ва сипас шурӯъ мекунем ба қисмати дигари барнома. марамат. سوسن لاله در کجا بود یالی یالی یاله در کجا بود این سوسن لاله در کجا بود یالی یالی یاله در کجا بود این سیله بلبلان عاشق این زاره و ناله در کجا بود دشتی غزل همه زند سوم این مست غزال در کجا بود بر دشتی غزل همه زند سوم این مست غزال در کجا بود ای آخوی لب با کاسه سن این کاسه مال در کجا بود این کاسه مال در کجا بود ای ماه کجا چنین خرامان این زیوری حال در کجا بود ای ماه کجا چنین خرامان این زیوری حال در کجا بود تا پاشنه عروسی سنگین تا پاشنه عروسی سنگین گیسوی شلال در کجا بود گیسوی شلال در کجا بود
در کجا بود ای 21 مسیح اجاز این 22 سال در کجا بود میروفت زیدی در خواب ساقی میروفت زیدی در خواب ساقی میگفت پیاله در کجا بود میگفت پیاله در کجا بود میگفت پیاله در کجا بود بسیار تشکر برای اجرای ترانه بسیار هم والا. اصلا این ترانه که شما اجرا کردید فکر میکنم که بازگوی رشد و نموی میهن آبادی این ورزی بلنداوای فرهنگ و صنعت و همزمان بسیار هم یک صمیمی اجرا کردید. امیدوار هستم که بیننده های عزیز از این اجرا خیلی رو بلند گشتند و اینجا میخواهم که راجع به استقلال کاملی ملی و همزمان از اجرای ترانه های وطن دوستانه چند سخن گفته باشید. استقلالیت این شرف و ناموس هر یک فردی تاجیک است، زیرا که تمام مردم پریشان تاجیکستان سرجم آورد. همین استقلالیت بود که تمام مردم شریف تاجیکستان که بیرون از کشورها زندگی میکردن سرجم در وطن جمع کرد. از آن جمله منم از همون سرگشته ها بودم که با همین در همین دوره استقلالیت به وطن برگشتم و برای هنرمندان خیلی امکانیت های وسیع را مهیا کرد، زیرا که هر یک هنرمند امروز امکانیت دارد، سخنی آزاد دارد در انتخاب متن، در انتخاب آهنگ، در انتخاب سرود از همه ادبیات هایی که در تاجیکستان موجودند، چی شاعران کلاسیک چی شاعران معاصر، ما صاف دلانه و پای ایجاد استفاده میبریم، انتخاب میکنیم، انتخابی متن داریم و همین به آهنگ میکشیم و برای مردم شریفی تاجیکستان پیشنهاد میکنیم. هر فرد در این جهان مقامی دارد. همین موفقیت هایی که امروز در فضای تاجیکستان میبینیم، بیرون از کشور قرب و نفوذ تاجیکستان میبینیم، همش وابسته به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان تعلق دارد. همین پی قدم همین مرد شریف است که امروز فضای تاجیکستان صاف و بی‌غبار است، به آلایش است. مردم در همین فضای آزاد دوستانه زندگی کرده ایستادیم. در حقیقت و چقدر که مشاهده میکنیم کشور ما روز به روز یعنی که با شاهکاری های بی‌نظیر نالی شده ایستاده است. بنیاد اینقدر آشانه های بلند، میدانچه های ورزشی و همزمان بنیاد باغ های فرهنگی در پایتخت مملکت این گواه از رشد بی‌میلان البته تاجیکستان صاحب استقلال است. و شاعرم جای میگوید که می توانی یافت هر جا خانه و خانه دیگر، می توانی کرد هر جا عهد و پیمان دیگر، می توانی یک کف از خاک وطن با خود بری، نیست اما در دو دنیا تاجیکستان دیگر. بله استاد؟ بله بله بله. خب من میخوام با این گفته ها مرخصا صفیه و همراه شد. مرحبا. تشکر زیاد میگویم و گفتنی هستم که در فضای خاندان هر یک نفر که با همین دل و نیت نیک، دل و نیت صاف به همین شب و روزی که ما امروز در عرفه عید استقلالیت قرار داریم رسیدن، به همه اونها بردباری، تنصیحتی، خاطر جمع تمنا دارم. بله. خب شما از زمره آن هنرمندانی هستید که بیشتر رو میارید به ترانه های وطن دوستانه. بله؟
بله البته هنرمند باید که از همه پهلوهای موسیقی باخبر باشد. اگر که ضرورت پیش بیاید البته مقام هم میخوانیم، فلک هم میخوانیم، سرودهای مردمی یعنی که سنتی فولکلوری هم میخوانیم. هنرمندی که با استقلالیتش، با وحدتش، با تمام هستی وطنش است، البته باید که او هنرمند پای همه همین هنرمندی و پهلوهای موسیقی ملی خودش باید که رود. من هم بنده هم امروز پای همه همین کارها هستم و کار و فعالیت دارم. خب تشکر. و تا جایی که واقف هستیم در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا توسونزاده به حیث آموزگار نیز فعالیت میکنید. بله؟ خب هنر همقدمان استقلال را چگونه بهاگذاری میکنید؟ هنر همقدمان استقلال البته دانشجوی ما وقتی که میآیند یک کمی راستی که اونها را باید ما خیلی باید کار کنیم با اونها. وقتی که به دانشکده میآیند از استادای پیشین چیزی بهره‌ور میشوند و چیزی که میآموزند بعد میفهمند که بیس که هنر در چی بوده است و باید که کی پای کدام هنر روی. البته شاگردی که به نزد من میآید، به دست من میآید، یعنی که به همون صنفی که من درس میگویم میآید، اون اول من از تمامی هستی وطن میآموزم. اول از این ایدها و ایام ها میآموزم، بعد رو میارم به سرودهای مردمی. اون وقت شاگرد خیلی خوب درک میکند و حس میکند که سرود چی است، صحنه هنر چی است، صحنه زندگی چی است. همه اینا باید که استاد به شاگرد آموزد. تشکر. البته که اجرای ترانه ها در وصف وطن و وطنداری، آداب و اخلاق حمیده انسانی، همزمان اجرای ترانه های وحدت آباد این میتواند باز هم تخم مهر و محبت را در ضمیر هر یک فرد جوان بیدار کند. بله؟ بله من امروز یک سرودی دارم، وحدت سرای وطن. خب شعر از جورابیک مومینوف است، آهنگ از استاد فیضعلی حسنوف. همون میخواهم که یعنی میخواید که همین ترانه روی صحنه اجرا کرده باشه؟ بله. خب اکنون صحنه از آن شما. همه وحدت سرای این
بسیاری تشکر برای اجرای یک ترانه والا. اصلا اتفاقی ملت تاجیک این البته سرچشمه از خودشناسی، از همدلی است و امروز خوشبخت از آن هستیم که هنرمندان ما این همه سرجمی تاجیکان سرفراز را در ترانه های خویش تصویر میکنند. وصف وحدت، وصف آبادی، وصف تمام شاهکاری ها و رشد و نموی این دیار سبز اندر سبز را میکنند. بله؟ و شما یکی از آن هنرمندان هستید و اجرای این گونه ترانه ها به شما چی میبخشد؟ عموما به مردم چی میبخشد؟ اصلا ترانه هایی که ما میخوانیم اولا الهام بخش خودمون باشد. چون که وقتی که به دل و دیده ما جا میشود سخن، آهنگ، بعد اجرای خوب او به دل بیننده و شنونده یعنی مخلصان ما تیز جا می شود. اولا اگر که سخن خوب باشد، سخن بلند باشد، فکر میکنم این قرضی هر یک ایجادکار یعنی هنرمند است که باید سخن خوب روی صحنه بیارد و روی آهنگ و به سمع شنونده برساند. این وظیفه جانی ما هست. خب تشکر زیاد. اصلا اجرای این یا آن ترانه از هر یک هنرمند ما فکر میکنم یک قابلیت و همزمان کسبیت، درک موسیقی، فهمیش این یا آن متن بسیار هم ضروری می باشد. خب استاد محمد علی ایوبی، اجرای ترانه ها در موضوع وطن، استقلالیت، عموما وحدت از شخص چی را تقاضا میکنه و عموما اجرای این گونه ترانه ها باید در کدام سطح باشد از دیدگاه شما؟ ای وطن با سوز جان خویشتن می سازمد. بله. از غرور و ننگ هر صاحب وطن می سازمد. آشیان بلبلانی و عقابی تیز چنگ، آشیان بلبلانی و عقابی تیز چنگ، مثل جانی در وجودی جان و تن می خواهمد. دوستان از این وقتی که کلمه وطن را به زبان میاریم الکی احساس میکنی که در ردیف کلمه وطن کلمه مادر است و هر یک فرد نگفته نموند که مادر رو از وطن و وطن رو از مادر باید کمتر نداند. اکنون وظیفه هنرمند چی است؟ وظیفه هنرمند آن همه بزرگی وطن، آبادی وطن، آزادی وطن، مقدسات وطن رو با سرود و ترانه، با شعر، با موسیقی بلند به مردم رساندن است. رسالت هر یک هنرمند همین چیز است و ما یک اندازه کوشش میکنیم که پیش از همه آن همه بزرگی وطن رو، آن بزرگی و مقدسات وطن رو اونقدر صمیمانه و صافدلانه و صادقانه بخونیم که در دل هر یک شنونده، مخصوصا شنونده جوان، آن مهر و محبت، صداقت به وطن بلندتر و بلندتر شود. خب تشکر زیاد. عموما من فکر میکنم که استاد در ایام صاحب استقلالی مملکت در ردیف دیگر ساحه‌های مختلف، ساحه فرهنگ با مرام رشد کرد. درست؟ البته پیش از همه امروز شما اگر همه دیده باشید وقتی که پیشوای معظم ملت این آزمون‌های تاریخ وطن عزیز من و دیگر آزمون‌ها را روی کار انداختن، حاضر من میبینم که روز از روز قریب هر روز در صحنه در یگان شبکه یک هنرمند جوان سوز میخواند. این از انمو رشد و ترقی و پیشرفت صنعت شهادت می‌دهد. یعنی که وقتی که هوسمندی هست، وقتی که دستگیری هست و وقتی که رابطه عالی کشور رو به فرهنگ، رو به هنری مردم آورده است، من باورم که جوانان باز ده چند با صنعت و با فرهنگ رو میارن و از صمیم دل برای این کشور، برای این وطن خدمت میکنن و این خدمت نه تنها در داخل وطن است. اکثریت جوانان ما امروز شما ببینید که در صحنه‌های کلان جهانی الکی این کشور رو با فرهنگ و با صنعت آوازخوانی چه با زبان ترکی، چه با روسی و چه با انگلیسی و دیگر زبان‌ها معرفی کرده هستند و میگن که این کی است؟ میگن این تاجیک است از تاجیکستان. این الکی شهادت انام گفتهای ما و شما است که فرهنگ و صنعت میتواند که این ملت رو با کلاهای بلندتر یعنی که برده برساند. بله، استقلال کامل ملی برای هر یک فرد تاجیک عموما برای هنرمندان در دروازه ها را به سوی موفقیت باز کرد. امروز میبینیم که هر یک فرد تاجیک هر جایی که انتخاب میکند البته که قدمش استوار است، نگاهش نیک است و کوشش میکند که صادقانه برای این مرز، برای تاجیکستان خدمت کرده باشند. بله. وقتی که میگن که قشنگ از دو طرف است. وقتی که شما بالای صحنه میبرید از جانب جامعه، از جانب مأموریت، از جانب رهبریت دستگیری میابید، الکی شما باز همون در نزد خودتون مسئولیت زیادتر میکنید.
باز در نزد خود وظیفه زیادتر میگذارید که شاید شما حال و زینه رو طی نکرده باشید، شاید شما بلندتر سخنی رو برای این وطن نگفته باشید که نه هر کس میتواند، هرچند که برای این وطن و برای این مادر ما سخنی بلند گفته باشیم ولی باز سخن‌های بلندتری هستند و ما کوشش میکنیم انام سخن‌های بلندتر رو در یک جایگی با اهل ادب، با اهل شاعران، با هنرمندان، با بسته‌کاران پیدا کنیم و با مردم پیشکش کنیم که این مهر محبت، این صداقت در دل جوانان مستحکم‌تر شود. بله استاد، فکر میکنم که موضوع استقلال در ایجادیات شما از موضوعهای مرکزی است. آفرین، بله. اون گنج و اون محبت و اون مهری که در دوران استقلال دیدم روز گفت در دوران پیشتر کمتر بود. امروز برای ما هنرمندان همه جا امکانات به نیاز زیاد است. هر روز میتونیم که در وسایل شبکه‌های تلویزیونی با مردم روبرو باشیم، صحبت کرده باشیم، چی از حیات شخصیمون، چی از حیات پشتی پردگیمون و چی از ایجادیاتمون. همین است که من گمان میکنم که دوران استقلال پیش از همه انا در همین فرهنگ ما، در صنعت ما، در ایجادیات هنرمندان ما یک نقش باسازگار دارد. امروز در هر یک شهر ناحیه مکتب‌های صنعتی بچگانه هست که برای رشد هنری جوانان ما کمک میکنند، مدد میکنند، یعنی که دستگیری جوانان هست. از این خاطر خیلی جوانان میل و رغبت رو آوردن به صنعت و هر کس در این میدان هنر جا نمی‌یابد. بله بله. اون هنرمند جا می‌یابد که اون هنری بلند دارد و من با این جوانان که امروز در قطعه ما من حضور دارن در همه چهاربینی‌های سطحی شهری و ناحیه‌ای ولایتی جمهوری موفقیتانه برآمد میکنن، کامیابی و برار میخواهند. خب تشکر زیاد برای شما، خیلی عالی بود. البته امروزها خوشبختانه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فرهنگ ملی رشد و نمو نموده ایستاده است و امروزها میبینیم که فلک و همزمان شش مقام چکن ما جهانی شون، این البته افتخار تمام تاجیکان است و من میخواهم که با این گفته ها همراه شود استاد عبیدالله کرامت. مرحبا. خورشید لانه دارد در کوهسار تاجیک، آب حیات جاری است از چشمسار تاجیک. بله. با پیشوای ملت رو جانب سعادت، اوج و برار آرد هر دم بهار تاجیک. ما کارمندان اهل فرهنگ، سیاست خیرتمندانه حکومت تاجیکستان، مخصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود کرده ایم. بله. و امروز از این نعمت بی‌بها، یعنی که از استقلالیت نفس میکشیم و در فضای صلح و وحدت عمر به سر برده ایجاد میکنیم. مخصوصا دستاوردهای زمان استقلال بزرگند. این شاهراه‌ها و این شاهراه‌ها، این نقب‌ها، این راه زندگی است، این راه حیات است. این نیروگاه‌های برقی، آبی و این همش برای پیشرفت زندگی انسانیت است. مخصوصا ساحه معماری، ساحه ورزش، علم، مخصوصا جوانان ما، ورزشگران ما. من در زمان استقلال بینید چقدر غالبیت به دست در بازی‌های المپی به دست آوردند و پرچم تاجیکستان را برداشتند. از روی هنر آنها، استعداد آنها، مخصوصا هنرمندان جوان، تهمینه نیازوه، دلارام قربانوه، فاروق حسنف، صنعت تاجیک را در روی دنیا بلند برداشته ایستادند. از خاطرم نمی رود سال 2017 بود، با همراهی استاد هنرمند مردمی تاجیکستان استاد سیدقل بلالوف، آوازخوان جوان دلنازه کریمی و انسمبل شش مقام شهر خوجند و بنده در دولت کویت به سفر کاری رفته بودیم، یعنی که هنرنمایی. سیدقل بلالوف غزل استاد بازار صابیر از شرشره مویت می نوشم و می نوشم
وقتی که اجرا کردن تمام فارسی زبان ها پس از هنرنمایی استاد را گرد کردن و استاد سید قل بلالوف میپرسند این مالی کیست؟ این مالی کیست؟ استاد میگفتند که این مال بازار صابر است. بینید زبان ناب تاجیکی، شعر تاجیک در روی جهان. زبان شیرین ما بهترین زبان است برای ما و ما شکرانه زمان استقلال میکنیم و حالا من همچون کارمند تئاتر شهر حصار بخشیده به 33مین سالگرد استقلال تاجیک نمایشنامه با نام تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به صحنه گذاشته ایستادم و آن را پیشکش تماشابینان میگردانیم و در این نمایشنامه از زمان آریایی تا سامانیان و از سامانیان تا حالا تا زمان استقلالیت خب موضوع ها را در بر میگیرد و شعرهای استادان بزرگ ما، شاعران بزرگ ما، خب بازار صابر، خیراندیش، عبدالله رهنما و دیگر شاعران صدا میدهند. اینچنین با سرودها در این نمایشنامه هست، قرائت های شعر هست و ما هنرمندان چکلی که استادان عزیز ما گفتند ما شکرانه از استقلال باید کنیم. بله. استقلال این نعمت بی‌بهاست و ما باز هم از صلح و وحدت از استقلالیت شکرانه میکنیم و برای آبادی وطن کوشش به خیر داده خب ایجادیاتمون را سایقل داده باید ایجاد کنیم. تشکر استاد. خب شاعر میگه که سرفراز و وطندار است تاجیک، با تاج زر سزاوار است تاجیک. چی میپرسی چی مقدار است تاجیک؟ وطندار است بسیار است تاجیک. بسیار عالی حرف زده استاد از کهن تمدن بودن فرهنگ ملی، از ملت سرفراز تاجیک و امروز به استقبال جشن استقلالیت دولتی در هر یک شهر و ناحیه های مملکت فکر میکنم که تنتنه های جشن یعنی که گذشته ایستاده است و هنرمندان به خاطر باز هم روح بلند گشتن ساکنان ناحیه و شهرهای جمهوری ترانه ها اجرا میکنند. خب من میخوام استاد از تنتنه ها چند سخن گفته باشید به خاطر استقلالیت دولتی، مخصوصا در شهر حصار در همه جماعت های دهات برنامه های هنری ادامه دارد. در برنامه های هنری یعنی که شرکت می‌ورزم و از آبادانی و از خب هنرنمایی جوانان بسیار خرسندم که آنها یعنی که جشن استقلال تاجیک را یعنی که با خرسندی، با ایجادیات، با خلق یعنی که جشن میگیرم. تشکر. خب من فکر میکنم که استاد محمد علی ایوبی ترانه در وصف استقلال کامل ملی اجرا میکنم. شکرانه که خلق صاحب استقلال صاحب خیره داد خوشدل صاحب فال در خاکی برومندی دیاری آزاد از وقتی بلندی خشتن میماله از بخشی بلند خشتن میمالم شکرانه که خلق صاحب استقلالم. خنده صبح عجب کشنا تکرارد
چشمه مهر همه جوشی صفا سرشار است چشم بکشا همه جا انجامنی دیدار است جشن استقلال است جشن استقلال است آدی کس داری جهان ملکی کوهستان دارد کوهساری وطنش گنجی فراوان دارد لیک آن گنج که بالاتر از این مقدار است گنج استقلال است گنج استقلال است عارفی سبی وطن مجده دولت دارد گوهری طبیع روانی تو تجلی دارد گونه گونه که تو را تازه و تر اشعار است وسیع استقلال است وسیع استقلال است گنج استقلال است جشن استقلال است احسن تشکر استاد برای اجرای ترانه بسیار هم والا بسیار عالی بود و چه که میبینیم که در یکجایی هنرمندان هم آواز شدند این البته فکر میکنم که برای بیننده‌های عزیز یک روحیه بالیده میبخشد و به همین خاطر شاعر میگوید که ملک آباد است استقلال ما نخل شمشاد است استقلال ما صد قفس بشکست و در پرواز شد مرغ آزاد است استقلال ما ما هر چند وسیع استقلال دولتی کنیم و فکر میکنم که باز هم کم است و من میخواهم که اینجا صحبت را با بانوی هنر نور بیبی جورایی و ادامه داده باشیم وابسته به این جشن بزرگ این جشن تاریخی استقلال دولتی و من میخواهم بفهمم که استقلال کامل ملی برای شما همچون یک هنرمند چی امکانیت را فراهم آورد؟ مرحمت. تشکر زیاد. ای وطن ای ملک پرشان ای مکان علم و عرفان خاک پاک آریای یادگار از نیاگان. بله. البته که هر یک هنرمند هر یک ایجادگر به یگان دستاویز در این محفل ها نمی آیند. من هم در انسامبل بانوان چمن زیاده از 35 سال است که کار و فعالیت دارم. به همه ما معلوم است که در این انسامبل فقط بانوان کار و فعالیت میبرند. خب من میخوام راجع به شرایط ها چند سخن گفته باشید. در کدام سطح است؟ البته که شرایط ها به نهایت خوب است. با اسباب های ملی ما رو تامین کردن. البته جوانان خیلی زیاد آمده ایستادن. در بر ما حاضر قریب که یک 15 نفر دخترکای جوان هستند. انسامبل با پرگی کار و فعالیت دارد. برنامه خوب تیاری دیده است. خب تشکر. خب مشاهده کردیم که بسیار هم صمیمی سخنرانی میکنید. با برنامه با کدام ترانه اومده؟ البته که با سرود تاجیکستان. خب من میخوام همین ترانه روی صحنه اجرا کرده باشه. سلامت باشید.
توجیکستان جان و جانان منی 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 سپاس برای اجرای این ترانه و شاعرم جا میگد که رشته پیوند جانم تاجیکستان خانه امید برایم تاجیکستان من بجز تو قبلگاه هم ندارم قوت من پاره دل هم به ما جان تاجیکستان. خیلی عالی بود. من میخوام که نظر شما راجع به این ترانه اجرا کرده فهمیده باشم. تشکر زیاد. این سرود از اشعار مهرنیسا به آهنگ فیاض جان رسولوف بودن و وقتی این کتاب رو گرفتیم همین شعر به حد که در دل ما جا گرفت و همراهی همین فیاض رسولوف به این سخنان ما آهنگ بستیم و این سرود به نهایت یک سرود زیبا آمد پیشکش مخلصان گردانده. خب تشکر به شما. سلامت باشید. خیلی عالی بود. زنده باشید. و بارگاه جشن استقلال کاملی ملی برای شما مبارک باشد. به شما مبارک باشد. تشکر. و در اینجا یک گروه جوانان اشتراکچیان فعال آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک دارند. من میخوام که راجع به شرکتشان در این آزمون با نفوذ چند سخن گفته باشم. مرحبا. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من به واسطه با اقدام نیکی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور چندین سال می شود که برگزار می گردد. بنده سال 2019 که آغاز آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من بود از روی نامیناسیون سرایندگی در آزمون مذکور در نامیناسیون سرایندگی شرکت ورزیده تا دور جمهوریوی آمده در دور جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جایزه گردیده بودیم. بعداً برای آماده نمودن شاگردان در بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی نایب عبدالرحمن جامی شاگردان را آماده ساختیم برای اشتراک نمودن در آزمون مذکور. شاگردان ما در آزمون مذکور فعالانه شرکت ورزیده. در سال 2020 حسنوف کریم جان از روی نامیناسیون نوازندگی ژانر عنعنوی شرکت ورزیده در دور جمهوریوی سزاوار جای اول گردیدند. بعدا در سال 2021 بنده نیز در از روی نامیناسیون کمپوزیتوری یعنی آهنگسازی بسته‌کاری در ژانر استرادا شرکت ورزیده با اثر ملت قرین در دور جمهوریوی اشتراک فعالانه نموده سزاوار جای اول گردیدیم.
آیا ای هموطن 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 شکری زمین و این زمان فرض است که جان دادن برای مرز و بومی این مکان فرض است وطن یک تاست مادر هم ردیفی او اگر دانی و یزدان سجده کردن در وطن هم بگمان فرض است آیا ای هموطن آیا ای هموطن آیا ای هموطن شکری زمین و این زمان فرض است در آغوشی پرانوارش همیشه دل جوان مانیم وطن را دوست داشتن هم به پیر و هم جوان فرض است وطن از بحری ما گنجینه‌ای میراثی اجداد است و را چون گهوری چشم حفظ کردن هر زمان فرض است آیا ای هموطن آیا ای هموطن آیا ای هموطن شکری زمین و این زمان فرض است وطن داری دلیلی بودنی ایمان و وجدان است صداقت در وطن در نسل خود تا جاویدان فرض است بیا ای هموطن تعمیری و با خویشتی جان سازه برایش عاشقانه جان سپردن یک جهان فرض است آیا ای هموطن آیا ای هموطن آیا ای هموطن شکری زمین و این زمان فرض است در تمام شهر و ناحیه ها من فکر میکنم با مانند در اینجا حضور دارن انا جوانانی که در این آزمون مذکور اشتراک ورزیده سزاوار جایهای نمونوی گردیدن و البته که از طرف خودی پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان هر یک اشتراکچی آزمون از دور ناحیوی سر کرده و تا به دور جمهوریوی قدردانی گردیدن با مکافات های پولی و دیپلم و سپاسنامه و این برای رشد نمودن ساحه فرهنگ خیلی یک اقدام خوب است. خب تشکر. چون مشاهده میکنیم بیشتر با موضوع وطن رو میاره. بله. اکثری که ترانه‌های خوانده در موضوع میهن است. بله. بله. هر یک هنرمند باید وطن خود را دوست دارد. هر یک هنرمند برای وطن سرود باید خواند. چون که این وطن وطن ما است و شکرانه کردن در کار که در چنین وطن تنج آرام وطن صاحب استقلال زندگی میکنیم عمر به سر میبریم. خب میخوام یک زمزمه کوتاه کرده باشه. این وطن نیست فقط وادی و کو صد غرور است و وقار است و شکوه این وطن نیست فقط دال و درخت با درختش تو ببین میوه بخت این وطن نیست فقط دال و درخت با درختش تو ببین میوه بخت ما نه تنها پسری این وطنیم بلکی به جان سپری این وطنه
ما نه تنها پیسری این وطنیم بلکی به جان سپری این وطنه. تشکر، خیلی عالی. خب اینجا بسیار هم سری وقتی است که پروینه سایمراد راجع به اشتراکشان در آزمون چند سخن گفته باشد. من سال دوم است که در این آزمون اشتراک میکنم. سال اول در دور یکم جای یکم را سزاوار گردیدم، در دور دوم نیز جای دوم را سزاوار گردیدم. من امسال مشق و تمرین کردم با همراهی استادم محیدینوف شادمان. در دور یکم جای یکم را سزاوار گردیدم، در دور دوم نیز جای دوم را سزاوار گردیدم. در دور سیوم مشق و تمرین داریم. باوری کامل دارم که در این دور سزاوار جای نمایان میگردم. کدام ترانه رو مشق کردید؟ یک سرود با نام وطن، آهنگ از محیدینوف شادمان، شعر از دولت سفر می باشه. بگذار یک اجرای کرده باشه. دوستان چون تو جان پرور ندارم، غیر تو من دولتی دیگر ندارم، ثروت جز تو به بحر و بر ندارم، تو برای من چو گنجی به بهایی، تاجیکستان یادگاری عالی سامان، تاجیکستان افتخاری عالی سامان. بهترین شاعرم میگوید که هزاران شکر گویم تاجیکستان گشته آبادان، در آن صلح و صلاح و وحدت و امن و امانی است. و این البته باعث افتخار است که جوانان ما هر لحظه و هر دم وصف این مرز بلندآوای فرهنگ و صنعت را میکنند. من این لحظه میخواهم که استاد عبیدالله کرامت ارمغان سبز خویش را برای هواداران و دوستداران برنامه نبض نوایی اجرا کرده باشد. منظر بختی تاجیکان، مسند و تختی تاجیکان، شورت و شانی تاجیکان، نام و نشانی تاجیکان. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. مردمیان بری مفاد، زانی ببین بری سخان، با شرفان دو نامدار در سری ننگ و استوار. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. مادری مهربان ماست، جمشنی جسم و جان ماست، پاک و یگانه در جهان، مسکنی نسل آریان، مسکنی نسل آریان. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو است. چشمه رو در خروش، گل
بطنی من و تو از جان بطنی من و تو از جان بطنی من و تو است کشوری به مثال ما شوکت ما جلال ما نصرت ما کمال ما دولت به زوال ما دولت به زوال ما این وطنی من و تو از جان بطنی من و تو از جان بطنی من و تو است این وطنی من و تو از جان بطنی من و تو از جان بطنی من و تو است این وطنی من و تو از جان بطنی من و تو از جان بطنی من و تو است. تشکر استاد برای اجرای این ترانه والا در وصف تاجیکستان عزیز، خیلی عالی بود. خب من فکر میکنم که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دوستی را میان جوانان راه اندازی کرد. میبینیم که از هر یک ناحیه دوردست میان هم رقابت میکنن از روی نامیناسی‌هایی که خودشون انتخاب میکنن و اینجا باز هم یک اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستم. من میخوام راجع به شرکتشان چند سخن گفته باشم. ریحانه مقیوا مرحمت. من سال 2022 در آزمون در نامیناسیای نوازندگی ژانر اکادمی برآمد نمودم و در دور یکم سزاوار جای سیوم، در دور دوم سزاوار جای دوم و در دور سیوم سزاوار جای اول گردیدم و به نهایت از این خرسند میباشم و مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی میرسانم که با ما جوانان چنین آزمون ها را پیشنهاد مینماید. من میخواهم که یک آهنگ اجرا کرده باشه. خب تشکر زیاد، خیلی عالی بود. در آزمون‌های بعدی برای شما برار و موفقیت می‌خوایم. خب استاد امرالدین کبیر، در کلوار ایجادیات‌های شما یک ترانه است که در موضوع وطن مرزها را عبور کرد. و فکر میکنم که تا جای از مردم خارج این ترانه را بازخوانی کردن به طور خودشان، یعنی نام دارد وطن گفتم وطن گفتم.
چی میشد که درباره همین ترانه یک چند سخن گفته باشید؟ این ترانه به قلم رستم وهاب تعلق دارد. کلمه وطن گفتم، بعد مضمون بلندی این شعر و این با بخشیده شدگی است به حیات و فعالیت روزگاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان. دستاوردی پیش از همه انمون کلکتیو هنرمندانی که همراه ما در انسمبل شش مقام ولایت ختلان در شهر باختر کار و فعالیت داریم، حصه اونا هم خیلی زیاد است. همه چیز جابجا کردیم و یکمین مراتبه در شهر کولاب در انم انفیتیاتر صدا داد و از همون امروز شکر که مقبول، اولا که مقبولی تمام مردم تاجیکستان، همه منطقه تاجیکستان این چیزا خوب قبول کرد و خوشبختانه با بینید که این مرزا را عبور کرده یک ارتیستی خلقی ترکمنستان بله بله چقدر زحمت ها کشیده آمده در همین تاجیکستان با همین چیزا در همین تاجیکستان سرایید. خیلی موفق شد، خیلی خرسند شد. تشکر. خوب چی میشد که استاد یک پرچه‌اش رو زمزمه نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. بهترین. و اینجا بسیار میخواهم که روی صحنه ترانه رو برای هواداران صوت و نوای نو و بیننده های عزیزی که ما و شما را تماشا دارن اجرا کرده باشید. دولتم ای تاجیکستانم، مبارک باد وقتی میلتم ای تاجیکستانم، مبارک باد وقتی میلتم ای تاجیکستانم، تو را ای تاج بر سر دولتم نور و زیابادا، تو را ای صلح پرور میلتم صلح و صفا بادا، مبارک باد مبارک باد مبارک باد جشن دولتم ای تاجیکستانم، مبارک باد جشن دولتم ای تاجیکستانم. تمنای سری بالای تو دارم، سعادت من باش و شهرت و شأن تو را خواهم، برای سرزمینم دولتی آباد میخواهم، بقای سرنوشتی میلتم آزاد میخواهم، مبارک باد مبارک باد مبارک باد جشن دولتم ای تاجیکستانم، مبارک باد جشن دولتم ای تاجیکستانم.
بسیار تشکر برای اجرای ترانه‌های والا. فکر میکنم که بیننده‌های عزیز از این برنامه غذای معنوی گرفتن. در حقیقت استقلالیت برای تمام تاجیکان بردباری ها آورد. ما همیشه سرفراز هستیم که در فضای آباد و آسایشته دیار زندگی داریم و بگذار که فضای تاجیکستان همیشه فضای آباد، فضای آرام باشد و تاجیکان در زندگی خیش قدمی استوار بگذارم. 33 سال صاحب استقلالی، 33 سال بردباری تمام تاجیکان. بارگاه خوش آمدید به مهمانی برنامه نبض نوا. بیننده های عزیز، در همین جا برنامه دانه نبض نوا به پایان میرسد. بارگاه خاطر رسان بکنیم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند یک گروه هنرمندان صاحب تجربه، همزمان اشتراکچیان فعال آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. بگذار که کبوتر صلح در فضای بی‌غبار وطن در پرواز باشد. خیر تا دیدار بعدی. دست هموطن استواریم، بیمیزی مکر دشمنی بدکی نداریم. پهلوی همه چون قله ها ایستاده محکم، روی زمین در تکیه هم پای داریم. در این جهان آواز هم آواز داریم، گردن فراز و تاجدار و با وقاریم. سبزی نخل آرزوی ما در این خان، فکر دیگر جز امن و آسایش نداریم. دستی به دست هموطن ما استواریم، بیمیزی مکر دشمنی بدکی نداریم. روی زمین در تکیه هم پای داریم. کشوری صلح و صفا پرچم بلندیم، وحدت سرا و عاقل و مردم پسندیم. کردار و گفتاری نکو رفتاری زیبا، شد خصلتی ما سرفراز و ارجمندیم. هر جا به نام پاک میهن اتحادیم، از فیض استقلالیت آزاد و شادیم. صاحب کلاه یافتیم از طینت پاک، تاجی شرفمندی زندان بر سر نهاده. دستی به دست هموطن ما استواریم، بیمیزی مکر دشمنی بدکی نداریم. روی زمین در تکیه هم پای داریم. دستی به دست هموطن ما استواریم، بیمیزی مکر دشمنی بدکی نداریم. روی زمین در تکیه هم پای داریم. دستی به دست هموطن